برنامه امروز نقد فیلم نگاهی میاندازیم به 3 فیلم از سریال آبدوغ خیاری معرفی 8 یار ایشون یعنی سید علی. اولین فیلم به دکتر دائم الکاندیدا خوره ناکام ریاست جمهوری سبز علی رضایی میپردازد که با ژستی تو مایه‌های چارلز برانسون به میدان آمده تا تمام مشکلات جهان را مدیریت کند. سبز علی برای اولین بار در عمرش به بازار می رود و در آنجا به طور کاملا اتفاقی متوجه می شود قیمتها خیلی بالا رفته. پارس پیری 1200. خب الان چقدر میخره؟ 3300. الان 3300. یعنی 3 برابر شده؟ یعنی 3 برابر. مخ سبز علی برای حل این مسئله پیچیده ریاضی هنگ می کند و او بلافاصله سراغ یک ماهی فروش می رود تا با خرید ماهی فسفر مغز خود را تقویت کند. این ماهی‌های کیلو چند میده آقا جون؟ الان 22 تومن. سال دیگه اشتیم 4 تومن بیاد 4 تومن. الان چقدره؟ الان 22 تومن. سبز علی که ظاهراً تازه متوجه شده که در این مملکت یک چیزی درست نیست، برای 3مین بار تصمیم میگیرد که رئیس جمهور شود. او برای جمع‌آوری رأی چفیه به گردن راهی جایی می شود که 20 سال پیش در آنجا بریده بود. شلمچه از قماش سپاه که بدجوری بریده ای بابا دیگه بس گشنمه. اما در شلمچه هم کسی او را تحویل نمی گیرد و استخوانی نصیبش نمی شود. اینجاست که برای عقب نیفتادن از سایر کاندیداها سر تیر به تهران برمیگردد. من از شلمچه دارم میام و اگر کسی میتوانست این خطر رو دفع کنه از نظام جمهوری اسلامی و این فشار رو گرده مردم برداره، شما مطمئن باشید که من یک غبار شلمچه رو به 10 تا ریاست جمهوری تعویض نمی‌کردم. یکی از منتقدین میگوید آره جون خودت، گربه دستش به گوش نمیرسه میگه بو میده. تازه با غبار شلمچه عوض نمی کردی 3 بار کاندید شدی؟ اما نقطه اوج این فیلم جایی است که سبز علی یک راه حل جدید برای حل همه مشکلات پیدا می کند. راه حلی که در 30 سال گذشته به ذهن هیچ کس نرسیده بود. به محض اینکه دولت رو من به دست بگیرم یک جلسه فراگیری از اینا تشکیل میدم، بعد اینا رو خدمت رهبر انقلاب میبرم و به همه مسائل پایان میدیم انشالله. یخ کنی یخچال فرنگی. با این جملت شاید 100 تا رای تو اتاق تجمیع آرا برات بنویسم. فیلم بعدی ما را با یک کاندیدای موجی آشنا می کند. دارنده دکترای سفر با هواپیما، متخصص کش لقمه مذاکرات، حاج سعید جلیلی. ما در این فیلم متوجه می شویم که او کارهای خودش مثل بردن ساک و بلند کردن ساک و حتی سرفه کردن را خودش انجام می دهد. فیلم از این نقطه به بعد وارد سریالی از سکانس‌های تکراری می شود که در اخبار هم دیدیم: پیاده شدن از ماشین، خنده های خرگوشی و بعد هم دیالوگ های سازنده در مورد مهمترین مسائل بین المللی. کارگردان در این فیلم ما را با خصوصی ترین زوایای زندگی جلیلی مواجه می کند و حتی در گلاب بروتون WC نیز او را تعقیب می کند. در سکانس دیگری ما در میابیم که جلیلی با وجود اینکه گواهینامه رانندگی ندارد ولی به قوانین راهنمایی مسلط است و یک خیابان یک طرفه را تشخیص می‌دهد.
برای با مردم اینجا یک طرفه است آقای بعد یک طرفه چرا میری؟ باش بستن که دارم ماشین رو میرم از آنجایی که جلیلی خیلی گیج تشریف دارد، یک آیکیوسان در میانه راه به صورت رمزی به او راه رأی آوردن در اتاق تجمیع را نشان می‌دهد. روستام حمایتت می‌کنم. همین که پیرو ولایت فقیه هستی دوست دارم. ولاغه جلیلی هم از اینجا گوشی دستش می‌آید و با یک جمله تمام تلاشش را برای به دست آوردن همان یک رأی عظما می‌کند و فیلم خود را در ته دره به پایان می‌برد. من همین رو عمیقاً باور دارم. ما امروز آنچه که بیان می‌کنیم تحت عنوان الگوی اسلام ناب می‌خواهیم به جهان معرفی کنیم، این الگو رو اگر بخواهیم در یک کلمه معرفی کنیم می‌شود ولایت مطلقه فقیه. فیلم سوم اما به عقیده منتقدین محصول گذاشتن یک کلاه گشاد بر سر هنرپیشه اصلی آن است، چرا که به جای معرفی بازیگر اصلی برباد رفته از آب در می آید. سازندگان این فیلم که بودجه کلانی از ولایتی دریافت کرده بودند، اول از او دعوت کردند تا برای تماشای نسخه جدید برباد رفته به یک سینما بیاید. علی اکبر هم خر شده و با تصور اینکه اولین تماشاگر این فیلم جدید است روی صندلی جا خوش می کند و محو تماشای این فیلم می شود. بعد از چند دقیقه انتظار ولایتی متوجه می شود که فیلم هیچ ربطی به خودش ندارد و هرچه هست تکراری ترین فیلم های آرشیو صدا و سیماست که به شکلی ابتدایی ادیت شده اند و در یوتیوب هم هزاران نسخه آن وجود دارد. بعد از 25 دقیقه ولایتی متوجه می شود که سر کار رفته و برباد رفته نه فیلم سینما بلکه بودجه خودش بوده که خرج این مستند کرده. اما دیگر برای بلند شدن خیلی دیر شده است. چراغ‌ها روشن می‌شوند و زمان او تمام می‌شود. اینجاست که بغض علی اکبر می‌ترکد، چرا که او متوجه می‌شود که با پای خودش وارد دامی شد که شکست او در اتاق تجمیع آرا را تضمین کرد. غروبا چه حالی داره، این فضا چه حالی داره که برای گریه کردن یه هوای عالی داره. نهایتاً او دست از پا درازتر با جیبی خالی‌تر سالن را برای همیشه ترک می‌کند.